اگر در جهان درونتون و حتی بیرون خشمگینید، خشم ریشه در غم داره، یعنی جایی در درونتون غمگینید و غم یعنی یه چیزی در گذشته شما حل نشده. لطفاً کمی آروم باشید، با خودتون خلوت کنید و اونو پیدا کنید. حالا شما وقتی به یه آدم خشمگین میشه یه لحظه، حتی خودشو داره آسیب میزنه، هی عذاب وجدانم میدید، غمش بیشتر میشه، ریشه اون غمه بیشتر در درونش میمونه. باید دست آدم خشمگین رو گرفت، نشست کنارش و بهش گفتش که چیه؟ چرا غمگینی؟ من اینجا، من چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ این بزرگترین کمکیه که میتونید به حل مشکل یه آدم خشمگین بکنید و ریشه غمش رو کمک کنید پیدا کنه و حل کنه و ببینید چطوری میتونه به خشمش مسلط بشه.